درود بیننده عزیز، در این صبح با صفا من از امکانیت های سین سال یعنی در 70 قدم گذاشتنم جرأت کرده یک نصیحت پیشنهاد کردنیم. ولی به هر حال آدم که پیر می شده است از همه چیز، از همه کس، حتی از زنک هم می ترسیده است. همین صبح وقتی که این اندیشه رو پیشنهاد کردم، زنک گفت که همین کستونچه کونه را دیگر نپوش، چون که من دویم با همین کستونچه قریب میبرم و از این با پیشتر باز یک کستونچه زیادتر میبر آمدم که 350 سال مقدم از افغانستان دست کرده بودم و کدام وقتی که همون دست دراز کرده پوشیدن میخواهم، زنک بزور شپیده میگیره که عیب است، هیچ بونه که نیفت، میگه این به همین لفظی ارره شده اورس توجیکی این مالدیوژ نیاید دیگه تیم مسافید عیب اینه ببر کنی. یعنی به این گپ من گفتنی هم که انسان اگر قانع باشد، یعنی اگر نفس خود را حی زده تواند، با یک کسون تمام عمره پشت سر کردن امکان دارد. برای همین چخیلی که تاکید داشتم، اکنون من در سین سال قرار دارم که حقوق معنوی اقلاً درد دل خود رو رویارو و شما بیننده عزیز یا به تعبیر پیریکور نوریدین امیری آشنا جان گفته توانم. انسان باید تلاش به آن داشته باشد که مثل سرور دلاگاهی ما عملهای را انجام دهد که تمام عمر به خانه مردم، به دیده مردم، رو روان او روشنی و گرمی القا کند. ولی این البته کاری آسان نیست، ولی به هر حال ما و شما می توانیم که این عمل رو به طور خود اجرا کرده باشیم، یعنی خدمت بزرگان ملت رو قدر کنیم و اقلاً شاهنامه بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی رو ورقگردان کنیم که او تمام عمر خود، تمام دارایی بود و باش خیش، حتی عمر خود رو صرف ایجاد شاهنامه کرد به خاطر هشدار پسابندانش، یعنی به خاطر ما و شما. ولی آیا ما این رفتار حکیم همه دور و زمانهای ملت رو قدر کرده ایم، قدر میکنیم و آینده هم پسابندان ما و شما از عهده این رسالت خیش برآمدن میتوانسته باشد؟ از این رو تاکید میدارم در این جا که بیایید شاهنامه خوانی کنیم تا از رسالت ملی خود در این زمان استقلال و به دست آمدن آزادی سرتاسری آگاه باشیم و برای خوش و خورم زندگی کردن خیش و به خاطر آبادی کشور و باقی ماندن یگان عمل خیر و نیک برای پسابندان خود تلاش کرده توانیم، بله با شعورانه و آنکه افتخار از تاجیکی خود دارد و شاهنامه را نمیخواند، اندیشه‌اش نیز ناقص است، چون که شاهنامه در دوام 1000 سال بی‌نظیر بودن خیش تا امروز در نه تنها در میدان ادبیات تاجیک و فارس بلکه در تمام عالم نظیر ندارد. این برای تاجیک زبان ها گناه کبیره است که اگر آن را ورق نگردانند، نخوانند و از رسالت خود آگاه نباشد. برای همین باز یک بار دیگر تاکید می‌دارم از زبانی باز پسابندان این حکیم بزرگی همه دور زمانهای ملت که بیایید شاهنامه خوانی کنیم.